بله بینندگان عزیز سلام. خوش آمدین به اولین قسمت نمایش پروگرام پیتزا سیستم. بنده احمد ندیم تایر مالک این پروگرام هستم. این صفحه مشتری است و در اینجا شما میبینید که تکمه هایی در پایین این صفحه دیده می شود. مثلا تکمه زوخن بالایش F1 است، تکمه بشتلن یا اوردر بالایش F2 است. باید بگویم که نوشته های از این سیستم فعلا در جرمنی نشته شده و ما میتونیم این را به دری تبدیل کنیم به انگلیسی یا به هر زبانی که شما خواسته باشین. این پروگرام به شکل تهیه دیده شده که مثلا اینجا میبینین که زوخن شما میتونین با موش یا با ماوس سر از این تکمه فشار برین و یا به عوض از او یکی از تکمه هایی که F1 نامش است در کیبورد شما میتونین از او استفاده کنین. یعنی ایره با شما این سیستم با شکلی دیزاین شده که شما میتونین تنها از کیبورد استفاده کنین و به خاطر دیزاین شده که شما بتونین یک مثلا یک تلفنی مشتری رو میتونین جواب بتین در عین حالی که شما میتونین این سیستم عملیاتش پیش ببرین. ما شروع میکنیم از این تکمه هایی که شما میبینین، مثلا F1 F2 F3 و نشان میتیم که چی عملیاتی را اینا میتونن که اجرا کنن. F1 زوخن در جرمنی کسایی که بلد هستن به حساب جستجو کردن میگه یا در انگلیش سرچ. یک مشتری رو ما میتونیم با اساس تلفن نمبر، با حساب رفرنس نمبر یا نمبر مشخص یک مشتری یا به حساب نامشون ما اون رو جستجو کنیم. فرضاً ما میخوایم که یک مشتری رو به حساب مشتری نمبر سرچ کنیم. ما در کیبورد میگیم یک، طوری گفتیم ما میتونیم با موش در اینجا کلیک کنیم و یا F1 در کیبورد پرس کنیم. پرس F1 میبینیم که اون مشتری با ای اطلاعات در سر صفحه می که اینجا نامش است الکساندر والنشتاین شتراسه، نام کوچهش است، این نمره خانهش است، یک نوتیس که مشتری داده که مثلا رای خانه است پشت تعمیر است یا هر چیزی که بوین یا بعد از 8 بجه زنگ زده نشه. ریجن مثلا اوبر ریکلینگن یک منطقه است، قیمت دریوری که دو وجه ببره چقدر است و انفورمیشنش مثلا در کدام تاریخ دفعه آخر که فرمایش داده این تاریخش است، در ساعت چند بجه و چقدر بود پولش از اون اوردر یا فرمایش قبلی که از این مشتری دیده بودیم. طبعا میتونیم اطلاعات بیشتر را در اینجا جا بجا کنیم نظر به فرمایش شماست. اگر میخواستین این سیستم ها یا سیستم که شکلش تغییر کرده بود باید داده شده با شما پیشکش کنیم. اوکی، افان دیدیم. ما میتونیم گفتیم که با اساس کستومر نمبر یا نمبر مشتری و یا تلفن نمبر اگر میخواستیم که ما پس در صفحه پاک بریم ما میتونیم که ابروح یا کانسل کلیک کنیم با ماوس یا F4 پچک کنیم. F4 پچک میکنیم، پس در حالت گذشته میریم در حالت استاندارد. میخوایم اما مشتری رو با تلفن نمبر پیدا کنیم 012345 ما میتونیم انتر پچک کنیم یا F1 پچک کنیم، هر چیزی که شما میلتان است. میبینید که اون مشتری الکساندر والنشتاین شتراسه پیدا کردیم با نمبر مشتری، پیداش کردیم با تلفن نمبر، چرا که باز مشتری ها نمیدونن که نمبرشون چی است، باز آدم میتونه که نظر با تلفنشون پیدا کنن. باز
به حالت گذشته میریم، نام از این مشتری رو به نام یاد میریم که با ALAX شروع میشه. مثلا میتونیم که ALE F1 پچک کنیم یا زوخونه F1 پچک کنیم. لیست مشتری همه دیجه میبینیم که اتوماتیک سر الکساندرز ما رو پچک میکنیم، میبینیم که باز اون مشتری آمد. اوکی، ای بود موضوع F1 که دیدیم که چی عملیاتی را میتونه که به پیش ببره. همچنان با F1 میتونیم که ما استریت ها یا کوچه ها را سرچ کنیم. اگر پرس کنیم F1 در این منطقه در این حالتی که باشه در این باکس استریت F1 پچک کنیم، امور میبینیم که در لیست کوچه ها پیدا میکنم این استریت. اوکی، ما پیدا کردیم، تشریح دادیم مشخصات F1 حالا میایم به F2. فرزنی حالت اس یک مشتری زنگ میزنه، ما میگیم که نمبرتون چی است، میگن یک. بعد از اون میگیم چی میخواین، ما میتونیم با این سرزی تکمه فشار بریم با موش، یا حالت ساده ترش F2 فشار میتیم. با مجرد F2 فشار بدیم ما میگیم به صفحه فرمایشات. شما میبینید که دیجه سیستم آماده است که فرمایش شما رو بگیره. دیجه لیست آرتیکل ها یا مواد است که مردم میتونن فرمایش بتن نظر به همو کاغذ رو که ما برشون فرستادیم یا منیوی که پیشان است. مثلا این مشتری میگه که میخواه از منیو نمبر 2 که پچک میکنیم، میبینه که نمبر 2 یادی است، نمبر 2 F است، نمبر 2 K. نمبر 2 یادی، نمبر 2 استاندارد است، نمبر 2 F تو مشخص شده که به حساب فامیلی است، یک پیزه کلانتر است سایزش. و نمبر 2 K کلاین به جرمنی خورده میگه امو پیزا است منطقه سایزش خودتر است. خب هر پیزا باید یا هر مواد باید با سایزهای مختلف به سیستم رو میتونه چی کنه مشخص بسازه. مثلا ما میخوایم نمبر 2 فامیلی چند دانه میخوایم، نمبر 2 فامیلی رو پیدا کرد که سایزش 35 سانتی متر است به حساب امو قطر دایره امو پیزا. بعدا ما دیجه از ما سیستم میخواد که بگیم چند دانه میخواد. مثلا بگیم یک دانه، ما میتونیم یک ایچ نشته نکنیم و تو انتر فشار بتیم، اتوماتیک سیستم میفهمه که یک دانه است. مثلا دیدیم که یک دوی فنگی 11.50 قیمتش. ما میتونیم که بگیم که چی چیزای دی شامل است دی پیزا. و طبعا میتونیم که تغییر بتیم، بعدا اضافه کنیم مواد. مثلا اگه جمع را در کیبورد پچک کنیم، لیست از این مواد اضافی میه که باز ما میتونیم که باز جمع را پچک کنیم یک چیز اضافه میشه، اگر منفی را پچک کنیم یک چیز از اون چیز کم میشه. خب ما پس میریم دوباره به صفحه قبلی، ما ایره F4 را پچک میکنیم، پرس میکنیم که ایره حالت کنسل کنه، میریم پس دیجه ایجا F2 رو ما مشخص ساختیم. F3 یا فاره وقتی که F3 رو در کیبورد فشار بتیم ما رو میاره در ای صفحه دیجه. شما بعدا خواهد ببینید که از فیلم های بعدی که ما ایره تشریح میتیم. اینجا لیست دریور راسته که این لیست اوردرها یا فرمایشاتی که مکمل شده و بعدا شما میبینید که یک نفر باید، نفر موظف باید یک پاسورد اینجا باید داخل کنه تا که بتونه از این
سیستم به شکل کامل استفاده کرده بتونه. اوکی، ما پس میریم با F3 رو پچک میکنیم، پس میریم دیگه صفحه اول ما F4 ما مشخص ساختیم که کنسل میکنه. F5 ما وقت استفاده میکنیم مثلا که یک مشتری میگه که مثلا مشتری نمبر 2 میگه که نام من با جانی با شما با 2 n نشته میکنیم، یو با 1 n است، 1 nش کم میکنیم. F5 رو پچک کنیم، F5 رو پچک کنیم. اینجا ما مسیج میبینیم که اوکی das Datum würde erfolgreich editieren، یک چیز مثبت است برای ما میگه که ما چیزی که ما میخواستیم ادیت کنیم یا تغییر بدیم موافقانه واسه رفت. بریم پس نمبر 2 رو ببینیم، میبینیم که واقعا نمبر 2 نامش آل جانی با 1 n است. به این شکل ما میتونیم که هر تلفن نمبرشون رو تغییر بدیم یا آدرسشون رو تغییر بدیم. ای نمبر 5 یا ایندون برزمیس. F6 پروگرام بسته میکنه، استاپ میکنه. F7 وقتی که F7 در کیبورد فشار بدیم برای ما لیست کوچه هایی را که یا شتراسی که ما داریم فعلا با مشتری ها نشان میده و ما میتونیم که کوچه های جدید در اینجا اضافه کنیم و یا کوچه هایی که فعلا وجود داره واره تغییر بدیم. مثلا کوچه اگریکولا شتراس را بزنیم دیگه پیداش میکنه. ده نامش هست اینجام ده نقشه که ما داریم میگن ده سایه ای دوستک منطقیشون روننبرگ است. پیزر اگه دوجه ببریم قیمتش از پست کودش هم این نیست. ما پرس میکنیم اسکیپ یا میتونیم F4 رو پچک کنیم، پس میبریم مورد حالتی گذاشته. F8 یا edit article پچک کنیم، میبریم مورد ایجه و دیگه لیست آرتیکل هاست که ما میتونیم آرتیکل جدید اضافه کنیم و یا آرتیکل های فیلی را تغییرات بیاریم. اینجا لیست مواد اضافی است، هر کدامش شما میتونید که میخواستین استفاده کنیم باید امور یکی تغییر بدیم. ما دوباره میریم به هاپ منیو یا منیوی اصلی دیگه F9 ایره ما رو باز میبره به حساب صفحه که گفتیم از طریق دریور ها میتونیم دوجه بریم و F10 یک مشتری نوه که میخواییم ثبت کنیم میتونیم با این دکمه فشار بتیم یا F10 در کیبورد فشار بتیم. طبعا این سیستم به شکل تهیه شده که چک میکنه اطلاعاتی که داده شده و اگر اطلاعات وجود نداشت و یا اطلاعات نامطلوب بود عملیاتی که از سیستم خواسته شده باشه او را نمیکنه. مثلا دیگه میبینین که قبول نمیکنه که مشتری را چی کنه ثبت کنه چرا که اطلاعات وجود نداره. اوکی، این بود قسمت اول از این فیلمی که تهیه داده شده بود برای روشن ساختن و یا معرفی کردن از این پروگرام. بخش اول ما میشه ختم پیدا میکنه. امیدوار هستم که از وقتی که سپری کرده باشین که از این پروگرام یا که از این ویدیو خسته نشده باشین و یک وقتی بوده باشه که شما ارزنده یافته باشینش و مفید بر شما واقع شده باشه. خداحافظتان. ندیم طاهر، بازم خوش آمدین به tahirsoftware.com.